وقتی تصویرش که بچه‌ها همین ساعت قبل آماده کرد. هر چیزی منشوری می‌بینید بگید دیگه اینجا. نه چیزی نیست. چیزی فعلا. ابتکار جالبیه که واقعا شبکه 3 انجام داده که این صحنه‌ها رو چون خیلی از مردم دوست دارن ببینن. یعنی همیشه با ما که صحبت می‌کردن میگفتن رختکن چیکار می‌کنی؟ چه جوری از هتل مثلا اون لحظه چه جوریه با هم چه جوری وارد زمین میشید یا توی رختکن موقعی که هستین چه اتفاقاتی میفته. ولی الان دیگه تلویزیون وقتی نشون میده یه جوری دیگه حسادت هم نمی‌کنن به لیگ‌های اروپایی که شما نشون میدید توی رختکن و وقتی نشون میدن و اینا. همش سرشون تو گوشی‌هاشونه. این خیلی جریمه سنگینی داره آقا. حتی حواسش هم هست. هاشم چی گوش میده؟ هاشم اون درسته گوشاش گرم بشه. بعد ورود اتوبوس استقلال به ورزشگاه آزادیه. ساعت هم 5:44 است. 16 دقیقه مونده دیگه. فکر کنم چون نمیان بازیکن تو زمین‌های پاشه زده کم کم باید بیان ها یا نه چند دقیقه قبلش بیان. من فکر کنم که اونجا یه چیزایی دارم از این ور میبینم که تازه رفتم داورا یا تا برن و بیان و یه قرآنی هم باید خونده بشه. بعدش چند دقیقه دیگه تا 5 دقیقه دیگه فکر کنم دیگه باید بیان تا حاضر بشن و قرآن خونده بشه. اگه بازی بخواد رسم ساعت 6 البته شروع بشه. اینم ورود اتوبوس تیم استقلال. مهندسی معکوس بود از تو رختکن اومد بعد رفت تو اتوبوس بعد الان بعد میرن خونه‌شون. الان احتمال دیگه این تیکه رو قبلش نشون میدادن. همین تونل معروف آزادیه که خیلی از بزرگان واردش شدن. اومدن و دیگه رفتن که ایشالا بازی گلداری رو خوب و جذابی باشه. خوب و جذاب باشه. حداقل مردمی که مثلا دیدید بازی آرسنال منچستر هم مثلا 0-0 تا دقیقه زیادی 0-0 دیگه نیمه اول 0-0 اما 0-0 هم کیف میکنه اصلا بازی رو میبینه. اصلا 0-0 هم اگه قرار 0-0 هم بشه خدایی نکرده 0-0 درست حسابی بشه. یعنی 0-0 شون خیلی بدن. علتش چی آقای فروسی؟ اینکه میترسن دیگه. شما الان قشنگ معلوم میترسن از باخت. ولی الان آقای فیسبوک مردم خیلی فوتبال فهمن. من تعجب دارم وقتی مردم فوتبال خوب میفهمن و واقعا میتونن تحلیل کنن و کارشناسی کنن بازی رو، چرا باید بترسن؟ وقتی مردم الان نگاه میکنن میگن فلان تیم خیلی بهتر داره کار تاکتیکی رو اجرا میکنه، مثلا حتی میتونن نظر کارشناسی بدن در مورد ترکیب تیم‌ها، ولی نمیدونم چرا توجه نمیکنن به خواسته مردم که خواستهشون فوتبال زیبا هست و دیدن یه فوتبالی که سرشار از بازی هجومی هستش و موقعیت گل. و خودشون هم میبینن وقتی یه موقعیت گل ایجاد میشه واقعا تماشاگرها به وجد میان و استادیوم از اون خواب زمستانیش واقعا تو همین چند هفته بود هر یه صحنه‌ای که میبینن یه دفعه شروع میکنن به شعار دادن و تشویق کردن، ولی تو ادامه بازی این خبرها نیستش اگر بخوان دفاعی بازی کنن. این هم ترکیب در واقع رختکن تیم پرسپولیس هست. نیلسون هم گذاشت تو دروازات محتمل بود. نیلسون بازیکن با توجه که سوشا بازی آخر گل بعدی رو خورده بود. این هم دو تا دروازه‌بان واقعا به نظر من سم نواسید تیم توی دو تا دروازه‌بان بزرگ تو این ساعت اصلا قشنگ تیم قبول داره. آیا باش داده من همین مشکل تو تیمم دارم. یعنی دو تا دروازه‌بان گرفتم که جفتشون هم خوبن. دروازه‌بانی که تو لیگ 1 بازی کرده بود، تیم ملی امید بوده، ولی از روز اول تصمیم گرفتم یکیشون رو فیکس کردم، گفتم که باید تحمل کنی، واقعا هم تحمل کنم، ولی باید یه جایی تصمیم‌ها رو گرفت و پاشم وایساد. این که حالا تو این پست اینه یک نفر بازی کنه، بهش هم باید حتما اعتماد به نفس بهش بدی بدونه که مربی بهش اعتماد کنه. یه اشتباه نیلسون میکنه میره نیمکت، سوشا میاد، سوشا دوباره اشتباه میکنه میره نیمکت، اون 20 ثباتی به نظر من. آره دیگه دقیقاً همین اتفاق داره رخ میده دیگه. به نظر من حالا تو فکر کنم 8 تا این بازی کرده، 7 تا همین حالتی، حالا حداکثر 9-6. حالا بازی کردن نیلسون تو این بازی شاید به خاطر آمار خوبیه که توی دربیا داشته و 4 تا بازی که گل نخورده
به خاطر اون از نیلسون استفاده کرده و شاید گلی که سوشا خورده زیاد اصلا مثلا که واسه گرم کردن سوشا نیومد. ببین به هر اینا این بازیکن میگه تیم ملی من دعوت شدم بعد داربی میشم اون نیمکت، اون یکی میگه آقا من 4 تا داربی اصلا نمیگنجه دیگه. اینا دیگه آقای فرسو باید مدیریت و کادر فنی باید این مسائل کنترل کنن. زمان ما هم خب مهدی واعظی بودش و حسن رودباریان، دو تا گلر بزرگ بودن و خیلی هم کلیدی بودن برای تیممون، ولی هر کدوم بیرون میشه شاید بازی متوالی مهدی واعظی بازی کردش و حسن رودباریان که بازیکنی بود که ملی پوشن بود بیرون نشست ولی هیچ حاشیه‌ای رو درست نکرد. ولی این بازیکن‌ها هستن که یه مقدار دارن بالاخره اسیر دست حاشیه‌ها میشن و این عاملا آرامش تیمو به هم میزنه و بیشترین حاشیه رو متاسفانه پرسپولیس داشته که ان شاءالله اگه این برده به دست بیاره میتونه به آرامش نسبی برسه برای نیم فصل دوم و ادامه راه. تشکرم بکنم از مسئولان دو تیم استقلال پرسپولیس که به حال اجازه دادن بچه‌های ما برن داخل اتوبوس و داخل رختکن و این تصاویر رو برای شما بینندگان عزیز آماده بکنند که در فاصله 10 دقیقه مونده به آغاز مسابقه شما میتونید تماشا بکنید ورود تیم‌ها به ورزشگاه آزادی رو محمد نوری و سایر بازیکنان که امیدواریم بازی خوبی رو از این دو تیم شاهد باشیم. یه چیزی هم که هر سال ما شاهد بودیم همه میگفتن یه تیم تو شرایط خوبه یه تیم هم تو شرایط بده، ولی امسال جفت تیم‌ها شرایط نسبتا خوبی ندارن. یعنی پرسپولیس هفته‌ای داشته که فرض و نشیب داشته، استقلال هم همینجور چند هفته گذشتهشو خوب نتیجه نگرفته و اوایل فصل فقط تونسته بود چند تا نتیجه خوب بگیره. الان یعنی اون حرفا هم نمیتونیم بزنیم اون تیمی که بهتره نمیتونه برنده باشه. یعنی یه جوری ترازوی برابره و باید ببینیم که تو این بازی کدوم یکی از تیم‌ها از موقعیت‌ها استفاده می‌کنن و میتونن شانس موقعیت گلشون رو تبدیل به گل بکنن که حداقل یه بازی رو ببینیم که یا برنده داشته باشه یا همین که حتی اگر مساوی هم میخواد بشه مساوی بشه که 2-2 باشه، یکی ها یه گلی رد و بدل بشه، این طلسم گل نزدن ها دیگه شکسته بشه توی دربی امسال. فکر کنم بازیکن نمیخوام میگم 0-0 همین الان دارن اعلام میکنم میگه نه یارو بریم خونه‌مون چون نمیان جدی الان ساعت شاید بازی 6:30 به ما چیزی گفتن. جدیش خبری نیست، من دارم دور و بر نگاه میکنم هیچ خبری نیست. همین کارشناسا دارن میان، آقای صادق محمدی رو اومدیم پایین و 4 داره نشون میده بدجور. بعد این عددام داستانی شده، مثلا عادی نوروزی گفته من گل بزنم من 4 نشون میدم، یکی گفته من 4 گله میشم و اینم کلا الان تماشاگرام کمه دارن ما هر وقت برمیگردیم همه دارن 4 نشون میدن، به من بیشتر نشون میدن. حالا من نمیتونم برنگرده کلا نمیتونیم 6 نشون بدیم. آره در کل دیگه یه حالت شوخی و خنده جدایی از کری هم دیگه وجود داره دیگه. هر کی الان تا من برمیگردم سریع عدد 4 میاد بالا رو انگشتش. شما برنگردید دیگه برنمیگردن، شما برگردید اینجا سمت استقلالی. متأسفانه هر موقع برمیگردن میگن که آقا محسن بگیم برگرده. آره الان استقلال 4 تا بازیکن داره که اولین داربی خودشون رو تجربه میکنن، فروزان و فخرالدینی و امید ابراهیمی و سجاد شهبازاده. پرسپولیس 2 تا داره